سلام بچه ها، امروز من رفتم بازار. ببینید چیا از توی بازار پیدا کردم، خارجی هم هستش. این یه دونه سس ترشه که اینجا قشنگ جدا درستش کردن. اینا هم یه پاستیل شیرینن. میخوایم بریم بخوریمشون ببینیم که ترش و شیرین با هم دیگه چه مزه‌ای میان. بریم. بچه خیلی هیجان دارم، خیلی از اینا دوست دارم من. وای بچه چقدر خوبه. اشکال ندارم چه میذارم این، یعنی که اینجوری سوراخ دارم بعد تو اینا این سس رو برسم. خیلی سخت باز بشه. امیدوارم که سوزش نریخته. خب خداشو نریخته. بچه خیلی سوز بسته بندش کرد. یه زدش بازه از کدوم سمت چون باید فشار بدید. چقدر سفته بچه ها. نهار بریم چه مزه‌ای. آی بچه ها، من فکر میکردم که پاستیلش شیرینه ولی پاستیلش هم ترش بود. اصلا مغزم رد داد. خیلی ترش بود. حداقل من ترشا رو تحمل میکنم ولی این ترشش دیگه خیلی زیاد بود. هر روز یه دونه خوراکی جدید واسهتون آنباکس میکنم. فعلا خدافظ.